وقتی که حضرت آدم علیه السلام تقریبا 840 سال داشتند، ادریس علیه السلام به دنیا آمدند. حضرت ادریس علیه السلام خیلی مرد قامتبالند، خیلی زیبا و آرام بودند. ҳангоми сухан гуфтан бисёр оромона ҳарф мезаданд ва пеш аз ҷавоб додан ба ягон савол хело хуб фикр мекарданду баъд ҷавоб медоданд. ҳамин гуна буданд ҳазрати Идрис алайҳиссалом. дар Қуръон оиди ин паёмбар чӣ омадааст? танҳо дар 2 оят аз Қуръон ҳазрати Идрис алайҳиссалом ёдоварӣ шудаанд. якум оят дар сураи Марьям аст ки чунин аст: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. و در کتاب ادریس را یاد کن به درستی که وی پیغمبر راستکاردار بود. یعنی خداوند در قرآن پیامبری حضرت ادریس علیه السلام و راستکردار بودن آن حضرت را خبر داده است و همین طور تصدیق کرده است. و در آیت دیگر که از سوره انبیا است چنین میگوید: و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن، هر یکی از صبر کنندگان بود. اینجا نیز خداوند از با صبر بودن حضرت ادریس علیه السلام یادآوری کرده است. در روایت ها آمده است که خداوند به حضرت ادریس علیه السلام میگوید: ادریس، هر نفری که به تو پیروی کند و کار خیر به انجام رساند، تو از هر کاری او برای خود 2 برابر ثواب خواهی گرفت. حضرت ادریس علیه السلام خیلی خوشحال شدند و می دانستند که عمرشان به آخر رسیده ایستاده است. آن حضرت رفیقی داشتند که فرشته بود، یعنی با یکی از فرشتگان الله دوستی داشتند. حضرت از آن فرشته خواهش کرده گفتند که خداوند بر من این چیز را نصیب کرده است و من می خواهم تا هنگام مرگ باز بسیارتر ثواب بگیرم. چی می شود که اگر تو با فرشته مرگ صحبت کرده خواهش کنی تا وی از خداوند اجازت بگیرد و عمر من کمی دراز شود؟ بعد فرشته میگوید که آخر این همه الکی از جانب خداوند مقرر شده است، لیکن میگوید خی بیا یک بار امکان میکنیم و کوشش میکنیم، میپرسیم، بیا بالای بال من نشین، میرویم. بعدا حضرت ادریس علیه السلام را به بالا برد. حضرت از آسمان یکم گذشتند، بعد از آسمان دوم، و وقتی به آسمان 4 رسیدند خداوند به فرشته مرگ فرمود تا که آنجا جان حضرت ادریس علیه السلام را بگیرد. وقتی فرشته مرگ به آسمان 4 آمد، آنجا حضرت ادریس علیه السلام را دید. حضرت با وی واقعه را نقل کردند. فرشته مرگ با ایشان گفت، بعد از آنه که حضرت ادریس علیه السلام با فرشته مرگ فهمانیدند و گفتند که من میخواهم که از خداوند اجازت بگیرم تا اینکه یک مقدار یکم عمر من دراز شود. فرشته مرگ به ایشان میگوید که خداوند الکی به او فرموده است که جان حضرت را بگیرد. حضرت ادریس علیه السلام گفتند که خوب، اگر این طور باشد من راضی هستم، و میگویند که جان حضرت ادریس علیه السلام در آسمان 4 گرفته شده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را تصدیق کرده گفتند که شب معراج در آسمان 4 حضرت ادریس علیه السلام را واخوردند. این حدیث صحیح است از بخاری و مسلم و باز خداوند داناتر است. همین قدر برای ما و شما معلوم است و ما می‌دانیم از حیات حضرت ادریس علیه السلام. شما میتوانید ثبت های بیشتری ما را از شبکه ما در یوتیوب با نام برادری مسلم و در شبکه های اجتماعی به مانند فیسبوک، ادناکلاسنیکی، کانتکت مطالعه نمایید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.